فاطمه در نزد اهل سنت. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: انما فاطمه بضعة منی. صحیح مسلم و سنن ابو داود و مسند امام احمد. به درستی که فاطمه پاره تن من است. و در جای دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: فاطمه سیدة نساء اهل الجنه. صحیح بخاری. فاطمه سرور زنان اهل بهشت می باشد. و اما در نزد علمای شیعه اکثر روایاتی که از فاطمه و یا زندگی او نقل شده است دروغین و یا بسیار ضعیف بوده و قابل استناد نیستند، مانند روایاتی که لحظاتی دیگر مشاهده خواهید نمود و همگی این روایات بافته تخیلات آخوندهایی هستند که حاضرند برای بالا بردن ائمه و به خدایی رساندن آنها هر دروغی را ببافند و از زدن هیچ افترایی به ساحت مقدس رسول الله و حضرت خدیجه پروا ندارند. تولد فاطمه نزد روحانیون شیعه. در شکلگیری شخصیت انسان 3 عامل نقش اساسی رو ایفا میکنه. یکی شکلگیری نطفه است. نطفه از چه لقمه‌ای شکل میگیره، در چه شرایط روحی پدر شکل میگیره. به لحاظ شکلگیری نطفه رسول گرامی اسلام مأموریت پیدا میکنه 40 روز در اعتکاف به سر ببره، از زندگی مادی و مسائل غریزی و مسائل اینچنینی جدا بشه، روزها در حال روزه گرفتن، شبها در حال عبادت کردن. شما عزیزان دیدید بچه هامون، این جوانهای عزیزمون، پسرهای خوبمون، دخترهای خوبمون وقتی ایام اعتکاف میرن توی مسجد برای اعتکاف، وقتی میرن با اینا صحبت میکنن، روز اول میرن باشون صحبت میکنن، یک شوق و اشتیاقی دارن، خوشحالن اومدن تو مسجد 3 شبانه روز اعتکاف کنن، روزها رو روزه بگیرن، شبها رو به عبادت بپردازن، حال و هوایی دارن. بعد از 3 روز، روز آخر وقتی میرن با اونها مصاحبه میکنن، توی تلویزیون دیدین، میبینیم حال یه حال دیگری شده، روح دیگری شده، اوج گرفته، متحول شده، معنویتی پیدا کرده. رسول گرامی اسلام از سوی خداوند متعال مأموریت پیدا میکنه نه 3 روز اعتکاف، 40 روز در اعتکاف به سر ببره و روز 40 برای افطار روزه جبرائیل برای او میوه‌ای از بهشت میاره و نطفه زهرا از این میوه شکل میگیره و بعد از اون نطفه زهرا منعقد میشه. حالا ببینید نطفه‌ای که در یک شرایط معنوی به دنبال 40 روز روزه، 40 شب عبادت، اونم فردی مانند رسول اکرم که بدون این اعتکاف ها یک روح به خدا پیوسته داشت، نطفه‌ای که با این حالت اون هم با میوه بهشتی شکل میگیره، باید از اون وجودی مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها پرورش پیدا بکنه. این شخص میگوید که بعد از 40 روز اعتکاف جبرئیل از بهشت برای رسول الله میوه‌ای میآورد و رسول الله این میوه را میخورد و از این میوه نطفه فاطمه تشکیل میشود. خب جناب رسول الله با حضرت فاطمه، حضرت خدیجه سلام الله علیها 40 شبانه روز از هم جدا بودن. الان اینا نمیگم که هر کسی بره این کار انجام بده باز فردا اختلافات شروع بشه. او یه دستور. خیلی بعد از شب 40 پیغمبر اکرم آمد، روایات هم داره، دست حضرت خدیجه رو گرفتن به بستر خودشون رفتن. حضرت خدیجه میفرمان به محض اینکه از بستر برخاستم نور زهرا را در خودم مشاهده کردم.
مانند این روایت، این جریان و این روایت را چه کسی نقل کرده است؟ خدیجه رضی الله عنها یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امثال این روایات برای غلو در حق فاطمه و نورانی جلوه دادن وی و اینکه ایشان فراتر از یک انسان زمینی هستند وضع شده است که هیچ عقل سلیمی این روایات را نمیپذیرد. انی لما اسری بی الی السماء دخلت الجنه فأدناني جبرائيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها فأكلته. خصوصیت روایت اینه که مایه تکون بدنی او باید در مقام ابیتو عند ربی یطعمنی محقق بشه و این حقایق محتاور منتها نه برای هر کسی، برای اونهایی که به عظمت اسراء در اون شب واقفند و به اون قربی که اون شب محقق شد و بعد بفهمن شجره طوبی چیه، اوصاف اون شجره چیست. شجره ای که هیچ قصری در بهش از قصور همه انبیا و امم نیست الا این که یک رشته از شجره طوبی در اون قصره. از همچنین درختی تکوین شد اون نطفه‌ای که مبدأ تکون جسمانی او بود. بعد که فرمود من به زمین آمدم و خدا از اون ثمر شجره فاطمه را به من داد. آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی. این روایت که آیت الله العظمی وحید خراسانی آن را نقل می کند دال بر این است که خلقت فاطمه بعد از اسراء و معراج بوده است و در آن رسول الله از درخت طوبی تناول می کند و از آن نطفه فاطمه به وجود می آید. حال ببینیم کلام این آیت الله را. والبلد الطیب لا یخرج نباته الا باذن ربه. باغبانی مثل خاتم انبیا دانه های ملکوتی رو به صورت قرآن
در زهرا قرار داد. خداوند این دانه ها رو با علم و رحمت و کرم و لطف و فضل و احسانش شکافت. چه گلهایی و چه محصولاتی از شکافته شدن این دانه ها به وجود اومد. تمام نمازهای زهرا، روزه های زهرا همین یخرج نباته به اذن ربه بود و نباتها و روییدنی ها هم گوناگون بود. یکی از روییدنی های وجود این بلد طیب حسن و حسین و زینب کبراست. اینا درخت این زمینن. آیا چون این جملاتی را عقل سلیم باور می کند؟ یعنی حسن و حسین و زینب پدر نداشتند و از قرآن که رسول الله در وجود فاطمه پاشیدند به وجود آمدند؟ این محبت است یا افترا؟ چگونه این آیت الله ها و مراجع به خود جرأت می دهند چون این کلامی به زبان بیاورند؟ آیا خود آنها می دانند که نطفه خودشان چگونه بسته شده؟ آیا پدر و مادرشان جریان بسته شدن نطفهشان را برایشان تعریف کردند و یا تعریف می کنند که از بسته شدن نطفه فاطمه زهرا سرور زنان بهشت توسط خاتم الانبیا و خدیجه صحبت می کنند؟ و از همه اینها مهمتر، آیا فاطمه اینقدر مقامش بالا بود و از طرفی رسول الله این لیاقت را نداشت که نطفه فاطمه از او باشد؟ به الله پناه میبریم از این افترا. کدام انسان با غیرتی چنین کلامی را در مورد خود میپذیرد؟ آری، این است نتیجه غلو و زیاده روی. و اکنون به بررسی این روایات میپردازیم. ذکر چنین روایاتی قبل از هر چیز بزرگترین افترا به ساحت مقدس رسول الله و کوچک جلوه دادن مقام عظیم ایشان است. جریان و روایتی که آیت الله وحید خراسانی ذکر می کند کاملا مردود است، زیرا که اسراء و معراج سال 10 بعثت و بعد از وفات خدیجه رضی الله عنها بود. چگونه ممکن است که این واقعه را صحیح بدانیم در حالی که خدیجه قبل از آن وفات نموده است؟ تولد فاطمه سال 5 قبل از بعثت بود که در سال 2 هجری با علی رضی الله عنه ازدواج می کند. اگر تولد او را سال 5 بعثت بگیریم، در زمان ازدواجش 9 سال بیشتر نداشته است که روایات تاریخی نیز این را رد می کند. فاطمه رضی الله عنها، ایشان در سال 2 هجرت بعد از غزوه بدر و قبل از غزوه احد با علی ابن ابی طالب پسر عموی رسول الله ازدواج می کنند و حاصل این ازدواج مبارک 4 فرزند، 2 پسر حسن و حسین و 2 دختر زینب و ام کلثوم می باشد. اما وفات فاطمه رضی الله عنها، اما نحوه وفات ایشان همان گونه که در ابتدا نیز ذکر کردیم، ایشان 4مین دختر رسول الله بودند و هر 3 خواهر بزرگتر ایشان نیز قبل از ایشان در سنین جوانی به طور طبیعی وفات نمودند که این وفات حضرت فاطمه در سن جوانی را عادی نشان می‌دهد. غلو در حق فاطمه رضی الله عنها توسط شیعیان. در بسیاری از کتب معتبر شیعه این حدیث قدسی آمده است که الله خطاب به رسول الله فرمود: یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما. ای محمد، اگر تو نبودی افلاک و کهکشانها را خلق نمی کردم و اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود شما 2 نفر را خلق نمی کردم. اما در مورد حادثه دروغین شهادت حضرت فاطمه رضی الله عنها، اما ببینیم اقوال بعضی از علما و معممین شیعه را. داستان شهادت حضرت فاطمه. وقتی رسیدم به دم در، ایشون که داد کشیده که علی باید برای بیعت بیاد به مسجد برویم، امام فرمودن که والله قسم من تا قرآن رو جمع نکنم هرگز پیراهن پارچه روی دوشم نمی اندازم، چون معمولا آدم تو خونه که هست با لباس عادی خانگی است، وقتی میخواد بیرون که بره بالاخره قبایی کتی چیزی رو روی دوش
این اندازه از خونه در میره. آقا فرمود به خدا قسم تا من قربان را جمع نکنم هرگز پارچه لباس روی دوشم نمیاندازم، یه هرگز از خونه بیرون. ایشون دیگر دستور داد که فجاو به حتمه، دستور داد گفت برید هیزم بیارید. هیزم که آوردن، از اینجا دیگه تقریبا اموری ساکت میشه جز اینکه یه فرمایشی رو پیاده میگه که فاطمه زهرا وقتی دقلباه که کردن، فاطمه زهرا دم در حاضر شد. فاطمه زهرا میفرماد که به اعلا صوته فنادت به اعلا صوتها، فاطمه به نهایت صوتش که ما به تعبیر میگیم فریاد جیغ کشید، فاطمه فنادت به اعلا صوتها یا ابدا یا رسول الله، فریاد کشید، جیغ کشید، خدایا یا رسول الله، یا پدر. من میدونم این پسر خطاب و پسر ابی موافق با ما چه میخواهند، چه اینجوری میکنن در خونه. فنادت و اعلا صوتها. بعضی ها نوشتن که حالا این از نوشته های ماست، این جمله‌ای که الان دارم میگم مال ابن قتیبه است که اینها فاخرجوا علی. قبل از این داره که وقتی فاطمه جیغ کشیده است، قومی که با او آمده بودن دم در زهرا، این قوم اینا پشیمون شدن، برگشتن گریه کردن، نزدیک بود دلهایشون منفجر بشه، پاره بشه. قلوبهم تنصده و اکبادهم تنفته، نزدیک بود دلهای اینها منصده بشه، سعد شکافته شدن، فترم همین، نزدیک بود جگرهایشون پاره بشه از این که دیدن فاطمه جیغ میکشه. فاطمه جیغ میکشه، اینایی که باعث بودن بر جز این که یک تعدادی با اون ماندن. بعد میگه فاخرجوا علیه، اخرجوا به تعبیر طلبگی باب افعاله، نه اینکه علی دید که صحنه اینه خودش از خونه در آمده، میگه علی رو رفتن در درون خانه، علی رو اخراج کردن. این جای جمله ایشون روایت اهل تشیع رو تایید میکنه. این آیه میفرمان که وقتی اینا دیدن که امام امیرالمؤمنین تشریف نمیارن بیرون، اینا دست جمعی وارد منزل شدن، چون فاطمه دم در بود بین دست و پایشون افتاده، زیر دست و پا افتاده. بعد دیدن علی رو با دست بسته داره میبره. قدیم اف نبود که بزنن، مجبور بودم بیان دم در وا کنم. یکی هم دست شوهرش بود میگیره کمک میکرد، با هم میرفت، اما حالا اف رو میزنه شوهر بعد خودش بارو بکشه تو اتاق. ولی قدیم درها اف نبود، باید بیان پشت در. حتی در همدان آقای کمپانی میگفت که دو تا چیز داشت، آهن داشت، یه آهن دراز، یه حلقه. درها چوبی بود، اینجا یه آهن، اونجا یه آهن، این بر حلقه بود. مردا که میادن نمیدن، زنها که میادن اون حلقه گرد رو به آهن میزدن، اونو که میزدن زنه میادن، اینی که میزدن زن نمیاد دم در، مرد نمیاد. حالا یه وقتی یکی اینه میزد، مردم خونه نبود، قرار زنه بیاد دم در، دیگه مرد نیست که بیاد. آقای کمپانی میگفت مرده به زنش یاد داده بود که هر وقت مرد در زد دستی پشت در، انگشت رو بکن تو حلقه، که صدای تو رو اون آهرم نشنده. خود صدای زن جوانم عورت مقصودی تحریک کنه. این زنها که تلویزیون اخبار میگن اگه شما نگاه کنید صدا شما رو تحریک کنه یا نه اشکال بده، مشکل داره. بریم جهنم مفتکی همون.
ما جلو شما سینه زنان دوباره قدیم سینما نبود تو خونه ها، حالا تو همه خونه ها سینما آمده، گرفتاری شده با میگفت اینا رو تو خونه بگیم برای مادراتون نشنیدن. گرچه ما پارسالا گفتیم تلویزیون پخش کرده بود، همه شنیده بودن، حالا شما که نشنیدیم. پس مرد که بیاد دم در بزنه، تو خونه مرد نباشه زن بیاد به زنها گفتن چی؟ حالا عمل میشه کارا میکنه کارا رو کسی انگوش رو حلقش میکنه؟ نه چه حرفش حیا غیرتی یخت به قول ترکا، غیرت میرس رفت دیگه. بله زنه میره تو خونه، مرد تو خونه نشسته، شما تو خونه نشستی، مادرتون میره واسهتون نون میگیره، مال بی غیرتیه دیگه. هم پدر بی غیرت هم پسر بی غیرت. خواهرش میره تو خونه خرید فروش دفتر میخره، برادر تو خونه نشسته، این بی غیرت. اگه گفتن بی غیرت کیه بگیم بی غیرت اونی که تو خونه میشینه زن و بچه‌ش برن خرید کنن. الان ببین تو خونه نونوایی زن بیشتر مرده، قصابی میری زن بیشتر مرده، تافتونی میری مرد بیشتر زنه. نه علامت بی غیرت. مجدداً به مشاهده فیلم و بررسی آن میپردازیم. وقتی رسیدن به دم در، ایشون که داد کشیده که علی باید برای بیعت بیاد به مسجد برویم، امام فرمودن که والله قسم من تا قرآن رو جمع نکنم هرگز پیراهن پارچه روی دوشم نمی اندازم. اینجا میگویید که علی در خانه بود و پاسخ کسانی را هم که آمده بودند برای بیعت گرفتن داد. یعنی العیاذ بالله علی اینقدر بی غیرت بود که در خانه می نشست و خانمش می رفت درب را به روی دشمن باز می کرد. چون معمولا آدم تو خونه که هست با لباس عادی خانگی است، وقتی میخواد بیرون که بره بالاخره عبایی کتی چیزی رو روی دوش میاندازه از خونه در میره. آقا فرمود به خدا قسم تا من قرآن را جمع نکنم هرگز پارچه لباس روی دوشم نمیاندازم، یعنی هرگز از خونه بیرون نمیام. یعنی علی رضی الله عنه به گونه‌ای مشغول بودند که حتی برای دقایق اندکی وقت نداشتند که به دم درب خانه بروند. قرآن زمان چه کسی جمع شده؟ رسول خدای عثمان. خیلی ممنون. در زمان پیغمبر اکرم قرآن جمع شده. این اتفاقی است. علمای شیعه اتفاق نظر دارند، چون اگر بنا باشد قرآنی که معجزه پیغمبر را جمع نکرده باشد، نستجیر بالله نقص بر نبی مکرم هست. در زمان پیغمبر اکرم این رو میخواندن، خود پیغمبر. ایشون میگن دستور داد که فجاء به حطب، دستور داد گفت برید هیزم بیارید. هیزم آورد. هیزم که آوردن از اینجا دیگه تقریبا اموری ساکت میشه جز اینکه یه فرمایشی رو پیاده میکنه. میگه که فاطمه زهرا وقتی دق الباه که کردن، فاطمه زهرا دم در حاضر شد. فاطمه زهرا میفرماد که به اعلا صوتن فنادت به اعلا صوتها، فاطمه به نهایت صوتش که ما به تعبیر میگیم فریاد جیغ کشیده. آیا این افترا به ساحت مقدس فاطمه صدیقه دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ اینی که میزدن زن نمیاد دم در، مرد نمیاد. حالا یه وقتی یکی اینه میزد، مردم خونه نبود، قرار زنه بیاد دم در دیگه، مرد نیست که بیاد. آقای کمپاری میگفت مرده به زنش یاد داده بود که هر وقت مرد در زد دستی پشت در، انگشت رو بکن تو حلقه، که صدای تو رو اون آهرم نشنده. آخه صدای زن جوانم عورت مقصدی تحریک کنه. این زنها که تلویزیون اخبار میگن اگه شما نگاه کنید صدا شما رو تحریک کنه یا اشکال بده که اینها فاخرجوا علی. قبل از این داره که وقتی فاطمه جیغ کشیده است، قومی که با او آمده بودن دم در زهرا، این قوم اینا پشیمون شدن
برگشتن گریه کردن، نزدیک بود دلهایشون منفجر بشه، پاره بشه. قلوبهم تنصده و اکبادهم تنفته، نزدیک بود دلهای اینها منصده بشه. صد شکافته شدن، فترم همین، نزدیک بود جگرهایشون پاره بشه از این که دیدن فاطمه جیغ میکشه. فاطمه جیغ میکشه. آیا درست است که برای مجلس روزه گرم کردن و مردم را به گریه انداختن به دختر رسول الله افترا ببندید؟ که هر وقت مرد در زد دستی پشت در، انگشت رو بکن تو حلقه، که صدای تو رو اون آهرم نشنده. خود صدای زن جوانم عورته. که اینها فاخرجوا علی، قبل از این داره که وقتی فاطمه جیغ کشیده است، قومی که با او آمده بودن دم در زهرا، این قوم اینا پشیمون شدن، برگشتن گریه کردن، نزدیک بود دلهایشون منفجر بشه، پاره بشه. قلوبهم تنصده و اکبادهم تنفته، نزدیک بود دلهای اینها منصده بشه. صد شکافته شدن، فترم همین، نزدیک بود جگرهایشون پاره بشه از این که دیدن فاطمه جیغ میکشه. فاطمه جیغ میکشه. فاطمه با حیاتر از این بود که این کار از او سر بزند. آری، این است فاطمه دخت پاک رسول گرامی اسلام نزد آخوندهای مدعی تشیع و محبت اهل بیت گرامی پیامبر علیهم السلام. اینایی که باش بودن بعد جز این که یک تعدادی با اون موندن، بعد میگه فاخرجوا علیا. اخرجو به تعبیر طلبگی باب افعاله، نه اینکه علی دید که صحنه اینه خودش از خونه در آمده. آیا این تعریف است یا توهین؟ علی فریاد و جیغ همسرش فاطمه را شنید و هیچ عکس العملی نشان نداد. کدام انسان که دارای ذره‌ای غیرت و جوانمردی می باشد چنین عمل می کند؟ آیا حقیقتا علی چنین بود؟ تفرید. میگه علی را رفتن در درون خانه، علی رو اخراج کردن. اینجا جمله ایشون روایت اهل تشیع رو تایید میکنه. این آیون میفرمان که وقتی اینا دیدن که امام امیرالمؤمنین تشریف نمیارن بیرون، اینا دست جمعی وارد منزل شدن. یا این چنین افراد. علی معبد عالم، علی منجی آدم، علی راهبر نوح به طوفان بلا بود. اونی که کشتی نوح و نجات داد، ذکر علی علی حضرت نوح بود. هی میگم علی خدا به دادش رسید. دیگه کیه جوونا؟ علی همدم عیسی به هنگام دمیدن، علی یاور موسی به اعجاز عصا بود. هیئتیا وقتی موسی عصاشو انداخت، یا علی گفت که اون اژدهایی شد. علی بدر زمانها، علی صدر مکانها، علی در همه دم بود و علی در همه جا بود. امیر المومنین اسدالله، عین الله، وجه الله، اذن الله، ید الله، قدرت الله. آیا آن علی که این همه قدرت داشت و این همه صفات خدایی در وی وجود داشت، چگونه در مقابل عمر نتوانست مقاومت کند؟ چطور نتوانست از دختر پیغمبر دفاع کند؟ چرا حتی نتوانست از همسر خودش دفاع کند؟ بعد دیدن علی رو با دست بسته دارن میبرن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
آیا این شخص و این علی که شما معرفی می کنید لیاقت خلافت را داشت؟ آیا می توانست از جامعه اسلامی در مقابل کفار دفاع کند؟ او که نتوانست از همسر خیش در مقابل عده کمی دفاع کند و یا اینکه حداقل عکس العملی نشان دهد، چگونه ادعا می کنید که این شخص باید خلیفه می شد؟ پس باید خدا را شاکر بود که چون این شخصی به خلافت نرسید، وگرنه از اسلام جز نامی در تاریخ باقی نمانده بود. اما علی ما اهل سنت هرگز این گونه بزدل و ترسو نبود. وی فاتح خیبر، قاتل پهلوان مشرکین عمرو بن عبدود و اسوه شهامت و شجاعت، شیر خدا و قهرمان یک تاز میادین جهاد نبوت بود. آیا چنین کسی هرگز اجازه می دهد با ناموسش چنین رفتار شود؟ بعد دیدن علی رو با دست بسته دارن میبرن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان الذين يلحدون في آیاتنا، جنگ بکنید با آیات ما. جنگ میکنیم، خب یاد بکن تناب گردن علی میندازیم، بندازیم. ها؟ حسین منو میکشید، بکشید. سیلی میزنیم، بزن. آتیش میاریم، میگم هیزم در خونه علی میاریم، چادر زهرا خاکی میکنیم، بکن. محسن 6 ماهه میکشیم، بکن. علی رو پا برهنه بدون عمامه تو کوچه ها میکشونه. الهی ببینم داد سر علی میکشیم، بکش. علی رو تحلیل میکنی، بکن. که به علی میگذاری، باش. با آیات ما میجنگی. این همان علی است که 5 دقیقه پیش تعریف او را از همین آخوندها دیدیم. خداوند شمشیر است و در طول تاریخ بشر از هبوط آدم تا سقوط عالم نیامد و نخواهد آمد شمشیرزنی با این شجاعت و با این قدرت و با این دقت و با این عصمت. شمشیر و عصمت با هم جمع نمیشند. شمشیر عصمت را میدرد، بیگناهی از انسان را زائل می کند، اما وقتی دست امیر مؤمنان است آلت فعل الهی است. در میادین جنگ آنگاه که مشکل جدی پیش می آمد و الله اکبرهای به خصوصی آن بزرگوار سر می داد، گویا یک قدرت الهی پیدا می کرد. در ذیل آیه شریفه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، عزیزان به تفسیر فخر رازی مراجعه کنید. با اینکه فخر رازی آدم بهانه‌گیری است، مستشکل معروفی است، به این راحتی ها زیر بار نمیره، اما در ذیل همین آیه شریفه سوره کهف مراجعه بفرمایید در خصوص قضیه جنگ خیبر و اینکه امیر مؤمنان به تنهایی تشریف بردند و در قلعه خیبر را که 40 پهلوان فقط هول میدادند تا این در بسته بشه، مولا حلقه در رو گرفتند و در رو از 4 چوب در آورد و 60 ذراع اون طرفتر در رو پرتاب کرد. فخر رازی میگوید که این کار قدرت جسمانی نیست، ظهور کرد در ایشان یک قدرت ربوبی معنوی عجیب که توانست آقا این کار را بکند.
گاهی اوقات از این ظهورات بود وقتی حضرت با مشکلی برخورد میکرد آنچنان یا الله میفرمود یا الله اکبر میگفت و کار را تمام میکرد. چرا در موقع سیلی خوردن همسرش از این الله اکبرها نگفت؟ علی که درب خیبر را از جا میکند و 60 زرا پرت میکرد از مقابله با تعداد اندکی عاجز بود؟ بله، این است افراط و تفرید به معنای واقعی. این است غلوی که نتیجه آن شرک است و طعن و اهانت از جهت دیگر که نتیجه آن کفر و نفاق می باشد و این هم جمع بین هر دو، غلو و افراط و تفرید، و در یک جا و یک لحظه. با هم ببینیم. اگر مرد با غیرتی همچون امیرالمؤمنین در خانه‌اش رو آتش بزنن، همسرش رو به شهادت برسونن، پیر نشه، کی دیگه پیر بشه؟ این اسوه شجاعت، قهرمان جنگاور صدر اسلام باید صبر بکنه، باید تحمل کنه، در این حالی که عزیزترین کسش که همسرش هست، دختر رسول خدا هست، اینجور مورد تعرض قرار میگیره و باید صبر بکنه. کدام یک را باید باور کرد؟ شجاع بود یا ترسو؟ قوی بود یا ضعیف؟ با غیرت بود یا بی غیرت؟ حال دیدگاه اهل سنت را در مورد افسانه پهلوی شکسته زهرا و نیز در مورد شجاعت شیر خدا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بشنوید. و بعضی روایات ضعیف هست که فرزند 15 هم به حضرت فاطمه و علی نسبت دادن به اسم محسن که در شکم فاطمه مرده به دنیا آمده در نتیجه ضربتی که حضرت عمر بر شکم فاطمه وارد کرده و سقط جنین کرده، جنین در شکم فوت کرده و مرده به دنیا آمده و سبب شهادت فاطمه شده. تاریخ میفهمه که فاطمه وفات یافته، چند سال بیشتر نیست که میشنویم فاطمه شهید شده. اگر شهید شده پس کسی که خنجر وارد کرده یا ضربه زده کی بوده؟ اگر عمره که دروغ محضه. این روایتی دروغینه صرفاً برای اختلاف بین مسلمین. کتب تواریخ معتبر و موثوق، هم کتب تواریخ مسلمین و هم بیگانگان، شیعه و سنی، چه دستایی در کاره. چطوری عمر به خودش جرأت میده که به دخت پیامبر صلی الله علیه وسلم که شوهرش علی است چنین اجازه‌ای بده بزنه ضربه تو شکمش؟ تاریخ ننویسه که عکس العملی از اهل مدینه و همسرش که علی شیر خداست. دیشب درباره شجاعت حضرت علی گفتیم، مثالهایی رو چه مطرح کردیم در غزوه خندق و در جنگ بدر و در بستر مرگ خوابید در شب هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم. چه تاریخ نقل نکرده که بلند شدن، قیام کردن، شمشیر رو از غلاف بیرون کشیدن برای حفظ ناموسشون. تاریخ ننوشته. پس از کجا وارد تاریخ اسلامی شده؟ چه دستی پشت کاره؟ چه کسانی میخوان که آرامش از امت اسلامی و وحدت و اتحاد از امت اسلامی بگیرن؟ چه بازاری در کاره که اگر حقایق رو بگیم بازار کساد میشه، تجارت کساد میشه، بازار خیلی ها تحقیق میشه. بعضی موقع بازاره از کانال اختلافی تجارتی را افتاده. تفرقه بنداز حکومت کن. در هفته وحدت باید حقایق گفته بشه تا وحدت کامل ایجاد بشه. حقایق رو اگر سانسور بکنیم، تو هفته وحدت مجامله بکنیم، چیزی که بالاخره میدونیم که بعد از هفته دوباره مطرح میشه، سانسور بکنیم و مسائل و چاپلوسی و مداهنه و مجامله، هیچ موقع به وحدت نمیرسیم و دچار مشکل میشیم.
پس حضرت عمر رضی الله عنه چنین اجازه‌ای و چنین جرأتی به خودش نمیداده که بیاد چه همچی کاری بکنه. دو، و حضرت علی اجازه نمیداده رضی الله عنه که بزنن تو شکم همسرش و سالم باشه و زنده باشه و تو مدینه باشه. حضرت علی که ما درباره شجاعتش و مترسیش و غیرتش و ناموس پرستیش و نیرومندیش و مهارتش برای شمشیر زدن و تعصبش چند شب پیش صحبت کردیم، مگر اینکه اون علی که میگن عمر زد به شکم همسرش هیچ عکس العملی نداد، نشون نداد، اون علی غیر از این علی است که شوهر فاطمه است و داماد پیامبره. علی بی غیرت، بی ناموس، ذلیل، جوان، ترسو، بی خاصیت. اما علی که ما سراغ داریم و فضائلشو داریم میگیم، اون علی به عمرو ابن عبدالبد مهلت نداد، به ولید ابن ربیع عتبه مهلت نداد تو غزوه بدر. هنوز شمشیرش از غلاف پهلوان قریش کارش ساخت. اون علی که در غزوه خندق دیدیم، اون علی که در غزوه بدر دیدیم، اون علی که در جاهای دیگه دیدیم، اون علی خیلی بزرگه در نظر ما و حتما علی دیگری هست. شاید این عمر هم عمر دیگری باشه، یعنی این دوتا برنامهشون چیز دیگه است. مسئله بعدی دوباره تو این راستا، حضرت علی آمد دخترش، حالا تو دخترای حضرت علی اولین دخترش ام کلثوم الکبرا، دختر فاطمه زهرا همسر عمر. خوب دقت بکنید، 18 تا دختر داره. اولین دختر فاطمه زهرا ام کلثوم الکبرا، دختر فاطمه. وقتی میگیم که ام کلثوم دختر فاطمه، بعد میگن نه این کنیز فاطمه بوده. کدوم کنیزش؟ کسی که باورشون نمیشه. یعنی علی میره دخترشو به عمر میده. ام کلثوم الکبرا دختر فاطمه زهرا، دختر حضرت علی و فاطمه زهرا، همسر عمر رضی الله عنه. مادرش لگدمال بکنه، برادرش سفت بکنه، برادرش مرده به دنیا بیاد، چطوری این دختر، حالا بگیم مادرش، چطوری این دختر به خودش اجازه بده زن همچین مردی بشه که برادرشو کشته تو شکم مادرش و اهانت به مادرش کرده. علامه زین الدین عاملی از علمای برجسته شیعه در کتاب مشالک الافهام درباره کفاءت وقتی صحبت میکنه از ازدواج عمر و ام کلثوم دختر فاطمه زهرا یاد میکنه، مراجع شیعه. و علامه کلینی در کتاب الکافی صفحه 311 جلد 2 دوباره به این مسئله اشاره میکنه که ام کلثوم دختر فاطمه بوده نه کنیزش و همسر عمر بوده. پس چه دستی در کاره این مراجع شیعه است، مراجع سنت، مراجع حتی مراجع اروپایی ها و غربی ها و مستشرقین. این دست ها از کجا آمده؟ تو مذاهب داره دخالت میکنه به اسم مذهب شیعه، به اسم مذهب سنی، اونو به جون اون، اونو به جون اون. کتاب های معتبرشون خیلی باید بیدار باشید، خیلی باید مواظب باشید. اگر بگیم که همه صحابه مرتد شدن و منافق شدن بعد از پیامبر، پس کی مونده؟ پس تو دینمون باید شک بکنیم، با 5 نفر که دین نمیرسه. اگر بگیم علی، امام حسین که بچه بود، امام حسین که بچه بود، حدیث رو روایت نکردن. علی هم که همیشه تو جنگ بود، از مکثرین در حدیث نیست حضرت علی. حضرت علی همیشه در جنگ بود، از مکثرین در حدیث نیست، همیشه مأموریت، همیشه جنگ. عبدالله ابن عباس از مکثرین در حدیثی که حدیث زیاد روایت کرده، حضرت ابو هریره، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت ام المؤمنین عایشه، این از مکثرین. حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت انس که خادم پیامبر بود، 10 سال خدمت پیامبر کرده تو خانه. اینا کسانی که حدیث زیاد روایت کردن. خب اینا رو که ما قبول نداریم. اگر قرار باشه فقط حضرت علی و فقط حضرت فاطمه و فقط حضرت حسن و فقط حضرت بلال و فقط حضرت سلمان، این 5 تا فقط چه؟ سالم موندن، باقی همه
برگشتن و مرتد شدن و قبول ندارین، پس دین فلج شد رفت. دینی با اون عظمت و وسعتش، احادیث همه چیز از بین رفت. پس تو دیگه همه چیز مباشرت بکنیم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اگر قاتل و ضارب فاطمه الزهرا می بود او مسلمان ها به شما عقل اجازه می دهد، نقل اجازه می دهد که دختر فاطمه الزهرا را در عقد حضرت عمر بیارن. غیرت و شجاعت و همت و حضرت علی اجازه می داد که ضارب کبود کننده پهلوی فاطمه را، دختر فاطمه را به عقد نکاح او بدن. این هم حرف الکی نیست. اولاد حضرت علی از فاطمه الزهرا 4 نفر از ایشان، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا ملقب به عقیله، زینب صغرا هست که منکا هست به ام کلثوم. با درباره نکاح ام کلثوم حرف میزند. ابن شهر آشوب از کتاب امامت ابو محمد نوبختی روایت کرده ام کلثوم را عمر ابن خطاب تزویج کرد. عمر ابن خطاب تزویجش کرد. 17 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ازدواج کرد، دارای 2 فرزند شد. و در کتاب فروع کافی باب عده نوشته است که زنی که شوهرش فوت کند کجا عده بگذراند؟ حضرت امام حسین میگوید که هر کجا عده بگذراند عیبی ندارد، در خانه اون شوهر متوفا یا به خانه پدرش. البته مسئله فقهی بین ما آنها فرقی دارد. اگر خانه متوفا امن باشد عده باید اونجا بگذراند. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه می فرماید که روز وفات عمر حضرت علی آمد در خانه عمر و دست ام کلثوم را گرفت و به خانه خودش برد. 2 تا بچه داشت، 2 تا پسر. سندهای معتبر شیعه اصولی. بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از فاطمه الزهرا ازدواج متعدد کرد. در همین کتاب 27 اولاد حضرت علی دختر و پسر داشتند، 4 تا از فاطمه الزهرا. کوچکترین دختر فاطمه الزهرا در عقد نکاح حضرت عمر ابن الخطاب هست و فرزندان خود را مسما به عمر، ابوبکر، عثمان در همین کتاب نوشته. فرزندان حضرت علی ابوبکر و عمر و عثمان. فرزند امام حسن عمر نام دارد. این چقدر رحمه بینهم بود سروران گرامی. این بهتان عظیمی هست و اگر از این بهتان دست نکشد خدای عزوجل فرموده است که من آزالی ولیا فقط آذنته للحرب. منتظر عذابهای گوناگون باشند که به یار در پهلو خوابیده رسول الله، در جلوی روضه رسول الله قرار میگیرید. حضرت صدیق اکبر در آغوش رسول الله، فاروق اعظم زیر پای رسول الله دفن در روضه مقدس است. و تهمت به این صحابی عظیم الشان، تهمت قتل دخت رسول الله را میزنید و دم از وحدت اسلام. این عمر از این تهمت ها سانحه دور نمی شود. به خدا قسم برای شما بد است، برای شما بد است. عمر است، او در پهلوی محمد رسول الله خواب است و پردای قیامت از قبر بلند می شود. اولین انسان رسول الله است. فرمود 2 وزیر من با من بلند می شود. بعد من می آیم به جنت البقیع
اهل جنت را خدا بلند می کند. بعد می آیم به مکه، اهل مکه را خدا بلند می کند. شما به این انسان عزیز، به این انسان بسیار مقدس چنان تهمت عظیمی را میزنید که قاتل فاطمه الزهرا، باز دختر فاطمه الزهرا هم در عقد نکاح او هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاتل فاطمه الزهرا را نامش را بر بچه های خود بگذارد. این انصاف هست؟ به خدا از انصاف بسیار دور است. و همه این بزرگان اهل شیعه نوشتن که فاطمه الزهرا وفات کرده است. سندهای بسیار معتبر، سندهای بسیار قوی و شهادت فاطمه یک واهی، یک یهودی و نصرانی روایتی آورد و این شما دیگر نقل کردید که بله حضرت عمر داغدار میکنیم. به خدا قسم حضرت عمر داغدار نمی شود. حضرت عمر در آغوش محمد صلی الله علیه و سلم. هر سال میلیون ها انسان وقت در مواجهه رسول الله قرار میگیرند. به خدا قسم شارع آنها میلرزد. دست و پا را بزرگترین محدثین، بزرگترین شمشیر زنان وقتی اونجا قرار بگیرند به خدا حواسشون باخته میشه، نمیدانند چطور صلات و سلام تقدیم کنند. هزاران صلات و سلام بر روان اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله باشد. خدایا ما را با محبت اصحاب رسول، با محبت اهل بیت رسول زنده نگهدار و موت بده و ما علینا الا البلاغ. بدین ترتیب بر اساس این افسانه ساختگی و دیگر دروغ‌ها بود که بذر کینه و اختلاف در بین امت اسلامی پاشیده شد و بزرگان دین لعن و نفرین شدند و قاتلان آنها تجلیل و تقدیس. اما در رابطه با ابو لؤلؤ که نمیدونم کافر بوده مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مصطفاته. اما در رابطه با ابو لؤلؤ که نمیدونم کافر بوده مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مصطفاته. اما در رابطه با ابو لؤلؤ که نمیدونم کافر بوده مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مصطفاته. تصاویری از زیارتگاه ابو لؤلؤ مجوسی در کاشان. بینندگان گرامی، اکنون به این تصویر که در زیارتگاه ابو لؤلؤ نصب شده دقت نمایید.
ستایش رافضیان از ابولؤلؤ مجوسی. آهای مرد مسلمون، آهای شجاع کاشون، آهای مرد مسلمون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد خون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد خون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد خون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد. فتوای آیت الله خامنه ای رهبر ایران مبنی بر جواز به کار بردن واژه حضرت برای شخص ابولؤلؤ و توسل جستن به ایشان و نشر حال وی. در مجموع استفتاءات آیت الله العظمی خامنه ای که رسما از دفتر او صادر شده، فتوای شماره 7422 به شماره ثبت 5929 که در تاریخ 26/6 سال 1384 هجری شمسی صادر شده است چنین آمده: بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اهدای سلام و محبت و با آرزوی صحت و سلامتی برای آن وجود پربرکت، خواهشمند است نظر مبارکتان را پیرامون سوالات ذیل مرقوم فرمایید. به کار بردن واژه حضرت به منظور تکریم و تجلیل از مشاهیر و یاران اهل بیت علیهم السلام مانند مالک اشتر نخعی، یاسر و عمار، حر ابن یزید ریاحی، کمیل، ابولؤلؤ و امثالهم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ احکام زیارت نمودن و توسل جستن به آنان و نزورات برای بقعه و بارگاه این گونه شخصیات چگونه است؟ با توجه به اینکه رجال و شخصیت‌های مذکور همواره از حریم ولایت و امامت دفاع نمودند، مذکره نویسی و انتشار شرح حال زندگی نامه آنان برای اطلاع مؤمنین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ بینندگان عزیز و گرامی، طوری که در تصویر مشاهده می نمایید این است جواب آیت الله خامنه ای رهبر ایران به این استفتاء. جواب شماره 1 فی نفسهی مانع ندارد، یعنی استخدام کلمه حضرت برای ابولؤلؤ و امثالهی در نظر ایشان مانعی ندارد. و در جواب سوال 2 و 3 میگوید با فرض این که ترویج ارزش‌های اسلامی و دینی است و در راستای تحکیم رکن رکین ولایت است مطلوب است. دفتر آیت الله العظمی خامنه ای، بخش استفتاءات. وحدت به بازی گرفتن که فکر کنند با بستن ابولؤلؤ همه مشکلات حل می شود. اونا وحدت به بازی گرفتن که فکر کنند با بستن ابولؤلؤ همه مشکلات حل می شود. اونا وحدت به بازی گرفتن که فکر کنند با بستن ابولؤلؤ همه مشکلات حل می شود. اگه در حرم ابولؤلؤ رو میبندید، پس جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مردی.
تصاویری از زیارتگاه ابولؤلؤ مجوسی در کاشان ایران. این هم تصاویری است از عیدالزهرای رافضیان و پایکوبی در روز شهادت حضرت امیر مومنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و ستایش از قاتل ایشان ابولؤلؤ مجوسی. مشتی بابا، همه بیارید بالا. هر کس ولای مرتضا دارد بیاید، هر کس ولای مرتضا دارد بیاید، در جمع ما خصم ورا لعنت نماید. ما مهر زهرا و علی بر سینه داریم، با خصم زهرا کینه دیرینه داریم. خانه ابولؤلؤ عجب اعجاز کردی، تو عقده دلهای ما را باز کردی. گرچه ندارد خشم ما پایان ولی کرد، گرچه ندارد خشم ما پایان ولی کرد. از کار تو چشم محبان گشت روشن. های باریکالله ابولؤلؤ جونم، های باریکالله، های باریکالله، های باریکالله، بگو های باریکالله ابولؤلؤ جونم، های باریکالله ابولؤلؤ جونم. فتوای آیت الله العظمی سید علی سیستانی مبنی بر جواز بکار بردن واژه حضرت برای شخص ابولؤلؤ و توسل جستن به ایشان و نشر شرح حال وی. در مجموع استفتاءات آیت الله العظمی سیستانی که رسما از دفتر او در قم صادر شده، فتوای شماره 7341 چنین آمده است:
الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی سیستانی با اهدای سلام و محبت و با آرزوی صحت و سلامتی برای آن وجود پربرکت، خواهشمند است نظر مبارکتان را پیرامون سوالات ذیل مرقوم فرمایید. به کار بردن واژه حضرت به منظور تکریم و تجلیل از مشاهیر و یاران اهل بیت علیهم السلام مانند مالک اشتر نخعی، یاسر و عمار، حر ابن یزید، کمیل، ابولؤلؤ و امثالهم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ بینندگان گرامی، این است جواب آیت الله سیستانی به این استفتاء. جایز است بلکه بهتر است یاران اهل بیت را با امثال این القاب احترام کرد. احکام زیارت نمودن و توسل جستن به آنان و نزورات برای بقعه و بارگاه این گونه شخصیات چگونه است؟ جواب آیت الله سیستانی به این سوال: بسیار پسندیده است و باید به نذر خود وفا کند. استفتاء شماره 3: با توجه به اینکه رجال و شخصیت‌های مذکور همواره از حریم ولایت و امامت دفاع نمودند، مذکره نویسی و انتشار شرح حال زندگی آنان برای اطلاع مؤمنین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ آیت الله سیستانی در جواب این سوال نیز میگوید اگر از منابع صحیح و موثوق نقل شود کار صحیح و خداپسندانه می باشد. هیئت استفتاء دفتر آیت الله العظمی سیستانی، قم. اکنون ببینیم که آیت الله قزوینی نظرش درباره ابولؤلؤ چیست. او میگوید ابولؤلؤ بنده صالحی بوده. نه عزیز من، ابولؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. نه عزیز من، ابولؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. نه عزیز من، ابولؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. توجه فرمایید. تصویر دیگری از عید الزهرای رافضیان و پایکوبی در روز شهادت امیر مومنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و ستایش از ابولؤلؤ مجوسی. اینم تصویری یکی از دیوارهای شهر کاشان در ایران.
بینندگان گرامی، دیدید که چگونه مدعیان وحدت اسلامی ابولولو مجوسی قاتل امیر مؤمنان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه را مسلمان دانسته و او را مورد ثنا و ستایش قرار می‌دهند و توسل جستن به وی و نذر کردن به بارگاهش را عبادت می‌دانند و روزی که او توانست امیر مؤمنین را به شهادت برساند را عید الزهرا نامیده و در آن روز به رقص و پایکوبی می‌پردازند. پس چگونه می‌توان فریب دروغ‌هایشان را خورد در حالی که قاتل خلیفه مسلمین را ستوده و برایش بقعه و بارگاه می‌سازند و آن را به ادعای خود دفاع از رکن رکین ولایت می‌دانند؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای مؤمنان، از غیر خودتان همراز نگیرید. آنان در فتنه انگیزی و تباهی شما کوتاهی نمی کنند و رنج و ناراحتی شما را دوست دارند. این دشمنی از گفتارشان پیداست و کینه‌ای که در دل دارند به مراتب بیشتر است. ما آیات و نشانه ها را برایتان بیان نموده ایم اگر بیندیشید. این بود افسانه ساختگی شهادت فاطمه زهرا رضی الله عنها و سوء استفاده مغرضان و دشمنان دین اسلام از این افسانه برای ایجاد اختلاف بین امت اسلامی و دور ساختن مردم فرهیخته و بزرگ ایران زمین از اسلام خالص و در نتیجه ریشه کن کردن آن. و اما در مورد سقط جنین ایشان نیز ساختگی و دروغ بودن روایت بسیار آشکار است، زیرا از کجا به این پی بردند که فرزند ایشان پسر بود و علاوه بر این چگونه فرزندی که هنوز در شکم مادر بود نامگذاری نیز شده بود. و اما در مورد سند این روایت بی اساس بهتر است از زبان خود آیات اعظام و محققین مذهب شیعه بشنویم. آیت الله العظما سید محمد حسین فضل الله، یکی از بزرگترین مراجع معاصر جهان تشیع که رهبر روحی حزب الله لبنان نیز به شمار می رفت. مسألة ضلع الزهراء عليه السلام هذه قضية تاريخية، لا قضية متصلة بالعقيدة ولا فيها تبرئة لأحد ممن ظلموا الزهراء وظلموا عليا عليه السلام. قضية تاريخية، يمكن بعض العلماء يقولوا أنه صار في كسر ضلع، بعضنا ما صار. وكل ما تحدثت به من الأول بشكل خاص جدا هو أني عندي تساؤلات في هالمقام، ولم أقل لم يحدث ذلك. كل التساؤلات، يعني مثلا هلا أنت إذا كل واحد إذا هجم على زوجتك وليد يضربها، تقعد ببيتك بغرفة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك. هلا كل واحد منكم زوجتك، أمك، أختك، إذا قعدت في بيتك وثلاثة يضربوها شو بيقولوا عنك الناس؟ بيقولوا بطل. علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا الرجل يزوق الأبطال، يترك الجماعة يهجمون على الزهراء عليه وهي بنت رسول الله ووديعة رسول الله عنده بهذا الشكل، وقاعد بالبيت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي واحد يقبلها على نفسه من عدو. واحد احنا بدنا الآخرين يسألونا بدنا نجاوب. أي واحد. ثم بالبيت تعرفوا مين كان؟ كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت، وأمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود، والزبير كان موجود،
إذن حول الجماعة يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف نفهم؟ اثنين، ليش الزهراء تفتح البيت باب؟ جماعة جايين يهجموا، افتحوا هالبيت ولا احرقنا عليكم النار. ليش بدها تطلع هي؟ الزهراء المخدرة، الزهراء اللي ما بتقابل حدا، الزهراء اللي ما بتشوف حدا، كيف يعني يمكن هذا؟ انها هي تطلع تفتح الباب والامام علي وهول بني هاشم وكلهم وعندها جاريتها فضة، عندها جارية موجودة فضة ما تفتح الباب. هلا انت اذا كنت موجودين بالبيت وكذا وزوجتك موجودة ودقوا الباب، خصوصا اذا اجوا امن بدهم يعتقلوك وكذا، كل المرتك انت تطلعي، ثم هن جايين يعتقلوا علي عليه السلام، مو جايين للزهراء. ثم هالناس الذي جابهم عمر للبيت حتى يحرقوا البيت كما كان يقول، قالوا له كيف جايبنا انت ان فيها فاطمة؟ قال وين افضل فاطمة جايين نعتقل علينا يا صالح. انا كل ما كنت اقول يا جماعة اذا بدكم تقولوا يعني الامام علي جبان، يعني الامام علي ما عنده غيرة، تقولوا ان النبي اوصاه بان ما يفتح معركة ضد الخلافة، في الخلافة ما يحسن معركة، مش ما يدافع عن زوجته. انا كل ما عندي مشكلة بعض الناس ما مستعدين يفكروا، كل ما عندي ما اقوله هناك، يعني لما بقدر اقول ما صار، يعني ما عندي حجة انه ما صار هالشيء، لكن في علامات استفهام. الشيء اللي ما بيقبله اي واحد منكم بالنسبة الى موقفه مع زوجته، كيف تقبلوا لي علي ابي طالب مجدد الابطال وكذا، كيف تقبلوا هالشيء؟ آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی، یکی از محققین به نام شیعه و مدیر شبکه ولایت و مؤسسه ولیعصر و غیره. تناقض آشکار قزوینی. این چه که بزرگان اهل سنت به ما شد، اونها نوشتن و در طول این 14 قرن در کتاب‌های معتبرشون آمده قضیه هجوم به خانه صدیقه طاهره، شکستن در، آتش زدن در، کتک زدن به صدیقه طاهره، سفت جنین حضرت زهرا، این چیزی نیست که شیعه نقل کرده باشه. اگر ما 50 تا کتاب از کتاب‌های اهل سنت بگیم بابا این مطلب رو آوردن، بازم میگید دروغه. و اما تناقض آشکار را در قول ایشان در جای دیگر ملاحظه فرمایید. إذن خلي كلامك هذه الخلاصة منك سليمة، ألخصها مرة أخرى. أيها المشاهدون، إن ما يقوله السيد القزويني اليوم، اسمعوا إذن يا كل علماء الشيعة وكل علماء السنة. يقول السيد القزويني: لا يوجد في كتب السنة كلها نص واحد يدين أبا بكر وعمر أصلا في الهجوم بالاسم. دي واحد، انتهت. وأنا عاوز أقول لأنصار أبو بكر وعمر أن باستطاعتهم اليوم مثل ما يفرح أي فريق بفوز ببطولة أوروبا أن يرفعوا الإعلام والشموع، الحمد لله فرحانين. الحاجة الثانية، يقول السيد القزويني إن الدليل الوحيد في كتب أهل السنة على حصول كسر الضلع وإسقاط الجنين هو حديث يرويه الجويني ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وقوع الحادثة، ويقول لبنته إنه سيحصل لك كذا وكذا. الحديث هذا هو مشوار. هذا كلامي لا أقل ولا أكثر. الله ينور عليك، يا سلام، علي اليمين، مش عاوز أقول زي السودانيين علي كذا مش عارف إيه. نعم. إنك تستاهل أبعث لك من هنا باقتين ورد على هذا الوضوح وهذا المنطق. دلوقتي يعطينا كتب الشيعة اللي تقول اللي تحب تذكرها كأدلة على الحادثة. تفضل. لا، شيخنا العزيز كما تفضلت عن قضية كسر الضلع وقضية إسقاط الجنين في كتب أهل السنة على ما تفحصت منحسرة بكتاب الجويني فرائد السنتين فقط. هذا عقيدتي وهذا كلامي.
مشاهده نمودید که چگونه آقای قزوینی در مناظرات کانال ماهواره‌ای عربی زبان مستقله که با علمای اهل سنت داشت تسلیم شده، اما متاسفانه در مجالس و محافل فارسی زبانان سخن خود را نقض نموده و با دروغ پردازی دست به تحریک مردم بیخبر زده و به نشر و اشاعه فرهنگ کینه و انتقام می پردازد. حال خود قضاوت نمایید. اینقدر یعنی دروغ پردازی نکنید، اینقدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست. و اما آخرین بخش این مستند افشای یکی از مهمترین دسیسه های مدعیان وحدت که همانا به رسمیت شناختن افسانه شهادت است می باشد. سالروز افسانه شهادت فاطمه زهرا بانوی زنان بهشت رضی الله تعالی عنها در گذر تقویم ایران. تا سال 1371 هجری شمسی در روز سوم جمادی الثانی خبری از وفات و یا شهادت حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها در تقویم ایران نیست. و فقط به وفات ایشان در 13 جمادی الاولی اشاره شده است. صلى عليكم إله الكون فالتزمت من ضمائرنا. 6 سال بعد از گذشت 1366 سال از وفات ایشان افسانه شهادت به تاریخ جمهوری اسلامی وارد شد، اما هنوز خبر قطعی نیست و این روز تعطیل رسمی اعلان نشده است. و سرانجام واقعه وفات فاطمه زهرا بانوی زنان بهشت رضی الله تعالی عنها در سال 1379 هجری شمسی رسما در مجلس جمهوری اسلامی ایران به افسانه شهادت تبدیل گشت و این روز تعطیل رسمی اعلام گردید. في قلب كل تقي حب محتسبي أحب فاطمة الزهراء فافتخرت خير النساء. به راستی چگونه است که واقعی که مربوط به 1366 سال قبل می باشد و در تقویم جمهوری اسلامی ایران اصلا وجود نداشت در کمتر از 10 سال به تقویم وارد شده و بعد از آن به تصویب رسمی مجلس می رسد و تعطیل رسمی اعلام می گردد. حال ما حیران مانده ایم کدام یک را باور کنیم، ادعای وحدت یا افسانه شهادت؟